سلام برا بچه، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقا دوباره ما بتل زدیم، اندف کاپمون اومده بالا، خیلی سخت‌تر شده. حریفا کارتاشون خیلی بهترن. خوردیم به یکی که پس رویال خریده بود، فکر کرد پول میتونه برنده باشه، ولی اشتباه فکر می‌کرد. رفقا قبل از اینکه بریم ریپلای ببینیم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون که ما رو حمایت میکنه. بریم ببینیم. ویچ او، اسکلت، آرمی او، همه چی داشت. اینجا یه اسکلت برای رفتم، با ویچش دفاع کرد، منم ویچ انداختم، یه مگانایت رفت. اینجا مگانایتش رو گرفتم، یه زپ هم زدم که یه ذره دمیج بیشتر بده ویچ. همه نیروهاشو گرفتم. اینجا مینی پکاش انداخت، یه لول هم داد. فکر حالا میشه یه کاری بکنه. زهی خیال باطل. من یه حمله از ور کردم، یه ابیلیتی از اون طرف اسکلت برلم یه دمیج خوب داد. نوشت گود گیم. فکر حالا میتونه ببره. یه دونه ویچ دستش اس اف و یه دونه مینی پکا داره. فکر جای خبریه. اینجا پرنس انداختم. اینجا دوره مینی پکاش چسبید به تاور، 2 تا ضربه زد. اینجا ویچش چسبید. خیلی بازی نفسگیر بود. کارتاش هم خوب بود. اینجا ببینین اگه مینی پکاش میچسبید بازی رو برده بود. اینجا دوره حمله کردم، پرنس انداختم که اونا دمیج بدن، بازم نذاشت. اینجا ابیلیتی زدم مینی پکاش نیاد جلوتر، ویچ انداختم برای دفاع. اینجا با ارتش اسکلت دفاع کردم و با پرنس تاورش گرفتم که دیگه فکر نکنید اینجا خبریه. ممنونم از اینکه ما رو حمایت میکنید رفقا.